برای پروتزدار کردن کاپ سینم من از اپل بدون روکش استفاده کردم. به این شکل برشش میزنم و الان میخوام ترجیحاً با پارچه همرنگ روکشش کنم. من برای اینکه اینو بچسبونم از زانفیکس متری استفاده میکنم. زانفیکس متری رو به اندازه مورد نظرم برش میزنم. سنجم و داخل زانفیکس متری میذارم و روکشش هم روش میذارم و اتو میزنم و بعد از اینکه اتو کاری خوب انجام شد باید قسمت پایینش رو به این صورت دقیقاً میدوزم. قسمت اضافات رو برش میزنم تا یه همچین شکلی به من بده. خب بعد از اینکه به این شکل در اومد میذارم توی کاپ دست سازم و قسمت پایینش، حالا میتونم به قسمت پایینش هم کوک بزنم و هم این که میتونم قسمت داخل کار رو با چسب زانفیکس بچسبونم یا اینکه اصلا قسمت پایینش رو به بدنه اصلی موقع دوخت کاپ بدنه دوخت بزنم.